با برابری فرارسیدن فصل بهار مردم تاجیک عید نوروز را جشن میگیرند. این عید خصوصیت‌های خاصی خود را دارد. جشن نوروز از یک چند مراسم عبارت است که یکی از آنها آماده کردن سومنک میباشد. دیگی سومنک یکی از عرف و عادت‌های قدیمی تاجیکان بوده. این هر سال وقتی نوروز آماده کرده می شود. چگونه سومنک را آماده میکنند این را همه قریب زنهای تاجیک میدونند. اول ما گندم رو گرفته، اون رو تازه شسته، بعد اون رو 5 شبانه روز آب پوشیده در جای تاریک میمونیم. بعد اونی که گندم سبزید اما کبود نشد اون رو گرفته با اوغور اون رو میکوبند. وقتی که شیره گندم جدا شد اون شیره رو گرفته از ریشه های جدا کرده شیره رو جدا میکنیم و اون رو با ارد آمیخته کرده اون رو با دیگی سومنک می اندازیم. لیکن پیش از اون که به دیگ اندازیم ما در اول رسمی قدیم همین است که ما چالپک میپزیم. بعد اونی که چالپک رو پخته گرفتیم ما اول یک تا چالپک خام رو به 4 برچکی دیگ مونده بعد اردی با شیره گندم آمیخته شده رو به درون دیگ می اندازیم. همین طور در زیر دیگ آتش درگیرانده سومنک رو آمیخته می نمایند. زنان و دختران گردی آن سرجم شده همه با نوبت برای خوب آماده گردیدن این خوراک عیدانه آن رو میکوبند. همسایگان با نیت نیک سرجم شده به دیگ سومنک آرزوی خود رو میگویند. جوانان باشند با آرزوی طالع نیک و یا خوشبختی گرد می آیند. سومنک رو مدتی 12-14 ساعت می جوشانند و پس آن دم میکنند. دمی اون تو 5 ساعت می ایستد و بعدی 5 ساعت اون رو میکشویم و اولین کسی که اون رو کشود البته این زنهایی که دعاگو هستند، زنهای پیر هستند، اونها اول دعا رو خونده اون رو میکشوین و وقتی که میکشویم اول به اون چیز اهمیت میدیم که در روی سومنک رسمی چی میشود و بعضی وقت می شود که در آنجا رسمی افتاب می شود. رسمی افتاب اون رو می فهموند که دولت ما دائما شکوفان، دائما روشن، دائما آسایشته، صاحب استقلال باشد. رسمی درخت اون رو می فهموند که بهاری آمده ایستاده، سیر حاصل می شود و سیر محصول می شود و دهقانان حاصل نغز می گیرند. همه اون معنای خود را دارد. یگانه خوراکی که در یک سال تنها یک مرتبه آماده می کنند این سومنک می باشد. گزارشی پروین احرار و شهباز آیبک زاده برای برنامه تلویزیونی پیام روز.